دادستان از دادگاه در دوشنبه خواست بزرگمهر یاروف وکیل سابق دفاع را برای تحقیر عموی پرزیدنت و قلابی به 17 سال زندان محکوم کند. این طلب دادستانی روز 3 آگوست صدا داد. از بس که بزرگمهر قبلا به 25 سال زندان محکوم شده است و حد اکثر حبس در تاجیکستان 30 سال را تشکیل می‌دهد، دادستان ضمن مرافعه در دادگاه ناحیه فردوسی گفت می‌خواهد کمش 5 سال دیگر به حکم وکیل سابق اضافه شود. زرینه نبی و همسر بزرگمهر یاروف در صحبت با رادیو آزاد گفت مرافعه در بازداشتگاه موقتی رقم 1 پایتخت برگزار شد. نبی و گفت در مرافعه در چهارچوب پرونده قلابی 3 جبردیده هم اشتراک و سخنرانی کردند. نزدیکان بزرگمهر یاروف میگویند که در این مرافعه تنها همسرش و وکیل مدافع حضور داشتند. دادگاه ناحیه فردوسی قرار کرده است که روز سه شنبه آینده بزرگمهر یاروف سخن آخرین خود را بیان داشته و بعد آن دادرس حکم را بررسی میکند. دادستان کل تاجیکستان روز 28 مارس امسال علیه بزرگمهر یاروف با ماده 137 قسم 2 یعنی تحقیر عموی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا تهمت کردن به او و همین کردار با استفاده مطبوعات در واسطه اخبار عامه یا در شبکه اینترنت صادر شده باشد پرونده باز کرد. مقامات تا حال نگفتند که یاروف چگونه پرزیدنت را تحقیر کرده است. از بس که مرافعه پس درهای بسته میگذرد جزئیات این اتهام هنوز برای مطبوعات روشن نیست. اما خود بزرگمهر یاروف ضمن دیدار با همسرش در بازداشتگاه موقتی گفته است در یک مرافعه دادگاهی حرفی را به زبان آورد که آن را همچون تحقیر پرزیدنت ارزیابی کردند. بعد از این با گفته او دادستان نسبتش پرونده نوی جنایی باز نمود. بزرگمهر یاروف در پی دو حکم دادگاه در ماه اکتبر سال 2016 و ماه مارس سال 2017 در مجموع به 25 سال زندان محکوم شده است. در حالی که دادگاه حکم‌های او را از روی ماده‌های دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت‌های افراط‌گرایی به احترام به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمیت اثبات شده و قانونی مینامد، خود یاروف و نزدیکانش به سیاسی بودن انگیزه‌های آن پافشاری دارند. آنها میگویند بازداشت وکیل دفاعی معروف در پی اظهار آمادگیش به حمایت حقوق بازداشت شده‌های حزب ممنوع نهضت اسلام در ماه سپتامبر سال 2015 صورت گرفت. در آغاز بزرگمهر یاروف را به قلابی ایبدار کرده در این 2 سال اخیر چند ماده نو را به پرونده و علاوه کردند. یاروف از همان زمان تا امروز در زندان است.